سلام بینندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 4 فوریه است و این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزاده که با جمع همکاران در دوشنبه و پرگا تهیه شده است. توجه کنید به موضوعهای اساسی این نشر. در زندان وحدت چی گذشت؟ مقامات جسد یکی از زندانی‌های کشته شده را خودشان برده به خاک سپردند. شرکت‌های ساختمانی تاجیکستان برای کمبودی‌ها در بنیاد خانه‌های استقامتی در حجم 1,600,000 سامانی جریمه شدند. چرا بحث صفت خانه‌ها کم نمی‌شود؟ آبی کانالیزاسیا محکم میشه 34 دوم در یک کانالیزاسیا همینجا سر میتیان. بعد یک اظهارات دونالد ترامپ درباره افزایش باج گمرکی با چند کشور، قیمت بازار جهانی پایین آمد. و برنامه رو از خبر روز شروع میکنیم. مقامات انتظامی تاجیکستان تحقیق حادثه پرخشونت در زندان شهر وحدت رو پیش میبرند. سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان خبر داد که 9 محبوس به کارمندان زندان حمله نمودند و در نتیجه 3 نفر آنها نابود کرده شده، دیگرها مجروح گردیدند. منبع‌های غیر رسمی شماری واقعی محبوسان کشته شده را تا 7 نفر بیان میکنند. همکارم ارشاد سلیمانی موضوع را ادامه میدهد. با گذشت نزدیک به یک شبانه روز از وقوع نارامی در یک از محبس‌های تاجیکستان که در پی آن شماری از محبوسان کشته و نگهبانان زندان زخمی گشتند، مقامات بغیر از یک خبر کوتاه اطلاع دیگری درباره این حادثه نمی‌دهند. با گفته آنها چندی از زندانیان بعد از ظهر دیروز در اینجا در مؤسسه اصلاحی 3 کسر 2 معروف به محبس 6 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان در شهر وحدت با مقصد قتل و فرار به نگهبانان زندان حمله کردند. برای این آنها پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند. در نتیجه بنا به معلومات رسمی 3 تن و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته، چند کارمند زندان زخمی گشتند. یک منبع به رادیو آزادی گفت یک از رهبران محبس نیز مجروح شده، وضع 2 زخمی وزین ارزیابی می شود. در عکس‌هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی نشر کردند، پیکری 5 تن دیده می شود که در صحن محبس آغشته خون خوابیدند. برخی از پایگاه‌های اینترنتی نامناسب 7 تن را نشر کردند. رادیو آزادی با نزدیکان یکی از کشته شدگان تماس گرفت. تصدیق شد که سهراب حسنوف ساکن دهه آدین‌نبایی ناحیه شمسین شاهین ولایت ختلان که ماه اکتبر سال 2018 بر اساس ماده‌های 401، 307 و 335 کدکس جنایی به 14 سال زندان محکوم شده بود، در این واقعه کشته شده است. جسد او شب گذشته به نزدیکانش در جماعت سرچشمه ناحیه شمسین شاهین داده شد و فوراً دفن گشته است. نزدیکانش به معاینه پیکر او دست نیافتند. درباره شرکت کنندگان دیگری آشوب معلومات دقیق نشر نشده است. حالا تقریبا در 200 متری این مؤسسه پاسگاه کارمندان وزارت کارهای داخلی تشکیل شده است که هیچ کس را برای رفتن به مؤسسه اجازت نمیدهند. با اطلاع یکی از افسران این پاسگاه در پی حادثه دیروز کمیسیه مشترک مقامات انتظامی تشکیل شده است که حالا این کمیسیه مشغول تحقیق سبب و عامل‌های قضیه هستند. این هم معلوم نیست که آیا پرونده جنایی برای تحقیق حادثه آغاز شده است یا نه. یک افسر ریاست ادای جزا گفت که در این حمله رهبر تازه تعیین زندان وحدت و معاونش زخمی شدند. مقامات در تاجیکستان گفتند که حادثه زندان وحدت یک حمله با هدف فرار بود، ولی نگفتند که زندانی ها کی بودند و دیگر مقصد آنها از چی عبارت بود. ولی کارشناسانی که با رادیوی آزادی صحبت کردند میگویند در چنین شرایط مقامات باید هرچی بیشتر با جامعه آشکار باشند تا که حقیقت حادثه ها برای مردم و هم نزدیکان آن زندانی ها عیان شود. همکارم مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. ناروشنی ها و سر و صدا پیرامون حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه‌های اجتماعی می چرخند. از تشکیل بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانیده آورده است که دیگر مردم ما با یگان اظهارات های رسمی مقامات های قدرتی، علل خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند. مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد. یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند اینجا است که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرو ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که به آنها اجازه برپا کردن مراسم خاص دینی که در داخل محبس اجازه نیست داده نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمع تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است. در گروه رهبر دارد ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش میبرند. مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرف نگفتند. بر رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افراطگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرق زندانیان سیاسی از افراطگرایان واقعی مشکل است. Рост и число политизированных или политических и религиозных заключенных в Таджикистане. شماره زندانیان سیاسی و سیاسیان مذهبی واقعا در تاجیکستان افزایش یافته است. چند سال اخیر ما درباره بیش از 1000 نفر گپ میزنیم ولی شاید بیشتر از 2000 نفر باشند. ما میدونیم که آنها وقتی بازپرسی و در بازداشتگاه شکنجه شدند. من با نظر مقامات که میگویند شرایط خوب است راضی نیستم، چون اگر چیزی برای پنهان کردن نیست باید ناظران بین المللی را راه میدادند. آنها چیزی را پنهان میکنند. ماده 307 افراطگرایی که آنها زندانی شدند وسیع است و معنای گوناگون دارد. ما نمیدانیم در این میان کدام آنها افراطگرا هستند و کدام از آنها زندانی سیاسی است. من موافقم که تاجیکستان با افراطگرایی مشکل دارد، ولی شیوه مبارزه‌ای که آنها میبرند مخالف رعایت حقوق بشر و امنیت ملی کشور است. На самом деле противоречит и правам человека, и самой нацбезопасности этой страны. بعد آنکه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تصمیمش را عاید جاری کردن باج برای محصولات وارداتی کانادا، مکزیک و چین اعلام کرد، نشاندادهای بازارهای جهانی پایین رفت. بعداً پرزیدنت آمریکا گفت بر عوض امتیازها باج 25% به مالهای مکزیک را به مدت 1 ماه به تأخیر میگذارد. چند پس عین چنین قرار را در رابطه با کانادا اعلام کرد. گزارش تلویزیون صدای آمریکا در این باره را شهلای گلخوجه تقدیم میکند. پیامد اعلان دونالد ترامپ درباره استانیدن باج در آخر هفته گذشته در اتاوا، مکزیک و پکین و در اینجا در نیویورک احساس می شود. هنگ کنگ، سئول و تایبی. بعد آنکه ترامپ باج‌های گمرکی را برای مکزیک و کانادا 25% و برای چین 10% جاری کرد، روز دوشنبه نشانداد بازارها در سراسر جهان پایین رفت. روز دوشنبه ترامپ در واشنگتن سازشنامه خود را با مکزیک عاید بازداشتن باج در عوض امتیازها از مکزیک برای جلوگیری از جریان مهاجرت و انتقال غیرقانونی مواد مخدر از سرحد جنوبی بیان کرد. ما باید مجرای آمدن آدمان را باز داریم. ما باید جریان واردات فنتانیل را از چین باز داریم. فنتانیل امسال کمش 200,000 کس را کشته است. آن از چین توسط مکزیک و کانادا می آید و آنها باید این کار را بس کنند. اقتصاددانها میگویند استعمال کنندگان به زودی فشار را احساس خواهند نمود و به تجربه های پیشین اشاره میکنند. این مورد به سالهای 1930 برمیگرداند، دوره‌ای که طور در یاد دارد جنگ تجارتی یکی از عامل‌های بود که افسردگی بزرگ را بدتر کرد، زیرا اقتصادهای سراسر جهان برای نگاه داشتن واردات مانع‌ها گذاشتند. در دراز مدت نگاه داشتن طرف‌های بلند در نهایت کار باعث پایین رفتن تجارت عمومی جهانی می‌گردد و همه این می‌تواند سبب کاهش رشد اقتصادی در ایالات متحده و جهان شود.
سفیر چین در سازمان ملل متحد فو کنگ روز دوشنبه گفت که پکین از سازمان جهانی تجارت کمک می‌پرسد. با باور ما این نقض قاعده های سازمان جهانی تجارت است. از این رو چین به این سازمان شکایت میبرد. ما درک میکنیم که احتمالاً باید چاره های جوابی اندیشیم. این چنین اجازه دهید تاکید کنم که جنگ تجارتی غالب ندارد. ترامپ اعتراف کرد که این اقدام میتواند باعث بالروی نرخ‌ها شود، اما گفت که طرفهای بلندتر ارزش آن را خواهد داشت. و باز در تاجیکستان بحث بیناهای استقامتی ناتمام که در آن مشتری ها جای گرفته اند یکی از موضوعهای داغ نشست خبری اخیر در کمیته ساختمان و معماری گردید. ناتمام ماندن ساختمان لیفت های بلندآشیانه ها، درآمدگاه های ناآباد و شکسته، نظام کاریز ناپرره ساخته شده تنها چند نمود مشکلات بسیار عادی اکثر خانه های نو ساخت بوده است. مقامات گفتند برای چنین کارهای ناتمام شرکت های ساختمانی صدها هزار سامانی جریمه شدند. همکارم علی شیرظریفی موضوع را ادامه می‌دهد. ساکنان این بلندآشیانه در محله نوبهار ناحیه سینای دوشنبه را شرایط بینای ناتمام نگران کرده است. میگویند طبق شهرنامه میان آنها و شرکت بیناکار رستمیان بینا میباید سال 2018 رسما به استفاده داده میشد، ولی تا حال این کار انجام نیافته است. آبی کانالیزاسیا محکم میشه 34 دوم در یک کانالیزاسیا همینجا سر میتیان. بود هواش چرکین میشه، کودکان نفس میگیرن. شرایطمون به نهایت بده. دوم قبول کردگی نیستن، نیم کولا. ما زندگی داریم. هر پرابلم در این دوم است. هرچند بینا تا حال از کمیسیای دولتی نگذشته است، ولی ساکنان که در اجاره به سر میبردند نقل کردند که از ناچاری به اینجا آمدند. در بینای نیم تیار آمده با یک سال دو سال دیگر در بین چند خاک زندگی کنند. بحث بیناهای ناتمام روز 3 ینور در نشست خبری کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان صدا داد. نظام میرزازاده رئیس این نهاد مشکل ساکنان را در بیناهای ناتمام با سطح معرفت حقوقی آنها ربط داد. در شهرنامه می‌بندیم شما که مولا اگر مبلغ سر وقت نسپاری جریمه ها ستونیده میشود، یعنی که با یک مبلغ علاوه‌ای طلب کرده میشود. چرا که شهروند ما در وقتی که مهلت ساختمان مثلا 2 سال یا 3 سال معین میشود در همون جای نمی‌نویسد که پس از گذشتن مهلت انجامیابی ساختمان، یعنی که برای هر یک روزی که کشولکاری کرده می شود فایز معین مبلغ نگرانیده شود. این هم معرفت حقوقی است. مشتریان بر این نظرند که شرکت ها در شهرنامه دو جانبه بیشتر منافع خود را به نظر می گیرند و هنگام بستن چنین سند با جز راضی شدن انتخاب دیگری ندارند. اینا هیچ به هیچ بدوی مون نمیرسه، لیفت نداریم، عذاب میکشیم. وعده کردگیان که لیفت میچسبون، لیکن لیفت کی میچسبونن نامعلوم. مونده شدیم، کسل شدیم. اون نداریم 9 متر 8 متر ما پیاده اون میکشیم. نماینده شرکت رستمیان با ساکنان وعده داد که در زودترین فرصت مشکلی ها را حل خواهند کرد. توزیرها لیفتمون همی افتاده باید انیق بشوه. سومپوشا سپوریدگی کرونا شید خیلی کانتا چید کانتا درست کشید. مثلا اول سومی آدمان نسپوریده خیلی موندگی های. ساکنان با وعده نماینده شرکت باور ندارند، زیرا به قول آنها در گذشته بارها چنین حرفا را شنیدند. بحث‌های پیچیده منزل را که در اکثر حالت هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می‌حسابند، در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز دیدن ممکن. طبق اطلاع رسمی در سال گذشته کمیته ساختمان و معماری بیشتر از 9400 کمبود در ساختمان بنا و انشاءات‌ها را آشکار نموده شرکت‌های ساختمانی را در حجم زیاده از 1,600,000 سامانی جریمه بسته است. و برنامه در همین جا به آخر میرسد. سپاس که آن را تماشا کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر را درباره حادثه‌های تاجیکستان و جهان همیشه میتوانید در سامانه azadi.org و صحیفه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه‌های تاجیکستان را فراموش نکنید. تلفن‌ها در صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.